بچه چطور خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز اومدیم با چنل جدید و اولین ویدیو توی این چنل گیمینگمون. تو این چنل ما دیرانی هیچ وقت چای نمیذارید. خب و تو این چنل قرار بازیایی که جدید میاد یا مثلا بازیایی که میاد دم دستمون و اینا رو براتون ویدیو میذاریم و به اشتراک میذاریم. حالا بازی امروز خب حالا میریم که بازی رو داشته باش. نمیای نه یا میگی دوستم نه. خب حالا یه توضیح کلی درباره این بازی بدم. این بازی اینجوریه که محض حالا خودتون نمی‌بینید، مثلا یه حرکت ناگهانی اتفاق میفته. حالا خودتون میبینید میریم جلو این سوراخ دیدی مثلا اینجوری ناگهانیه همین. خب میریم لول 2. اسم انتظار حرکت کنم. یه بار دیگه اینجا یه سوراخ باز میشه. اون یارو رو گذاشته بود که خب فهمیدم چون اینو بشاریم. خب و یه عده‌ای در میاریم. بازم مردم. چجوری بابا این تازه لول 2 شد. سراخ ما چه عدایی در بریم. همین فقط دارم. آها بالاخره از روی اینا میپریم میریم. یس من اینجوری شدم. خب الان بقیه سوراخ باشم جا به جا میشه این سوراخ. خب قصه داگ برکسیده. خب درست شد. لول چندیم الان؟ لول 4یم الان. ترسیدم. یو دزدان دریایی. اون برنامه بابا مسخره. ایشالا که چجوری خب این اول شو یادم رفت و فهمیدم فکر کنم به آها اینجوری میپر اینجا مزمانه نه هیچ بشم. خب میریم ادامه این بازی. فهمیدم چی شد. سری بپریم بریم. ای خدا آفرین بچه.
ادامه بازی. بازم تبلیغ اومد. خب این آخرش رو حدس میزدم. دوباره جویس بابا گولش بخوام. چرا دقیقا میخواستم گولش بزنم؟ همونو میپریدم دیگه. این پلا یه چیزی هست. دهنت سرویس عزیزم. خب نه این پله ها موردی ندارد، اینجا مورد دارد. یس شد. چرا دقیقا یارو اون از این سطح رفت اینجا؟ حالا ایشالا ادیتشو میتونم. از اینجا خب این سطح از اینجا دره رفت اینجا و اومد پایین. منطق نداره این بازی. خب متاسفانه بقیه این ویدیو ضبط نشد و وسط فیلم من متوجه نشدم و قطع شد. بازی بعدی رو میخوام شماها نظر بدین تو کامنت ها و اگه بازی جدیدی آمد من با خبر کنین. لایک و سابم یادتون نره. خدافظ.